سلام عرض میکنم از ایران بزرگ، ایران متمدن و ایران تاریخی، از مهد بزرگان و در صنعت سنگ جزو رهبران و صاحب معادن متنوع و زیبا. همه دنیا ایران رو به سنگش میشناسن. مفتخرم که اعلام کنم امروز 15مین نمایشگاه سنگ تهران جشن اختتامیه‌اش رو گرفت. نمایشگاهی که با استقبال شما عزیزان بسیار پر رونق شد و از حدود 15 کشور بازدید کننده جدی ما داشتیم و غرفه‌دارهای ما تونستن وظیفه میزبانیشون رو به خوبی اجرا کنن. ما برنامه‌ریزی 5 ساله‌ای داریم برای نمایشگاه که امسال سال اولش بود و امیدوارم سالهای بعد شاهد حضور تک تکتون در ایران باشید. هم از نمایشگاه لذت ببرید، هم کسب و کارتون رو انجام بدید و هم از ایران عزیز و مهمان نوازیش لذت ببرید. به زودی شما رو میبینم.